بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که توبه کردن از گناهان و بازگشتن به سوی حق تعالی اولین قدم انسان است به سوی خداوند. هیچ آدمی را از این چاره نیست. بازگشتن از راه معصیت و گناه با راه طاعت به سبب توبه و ندامت کار آدم و آدمیان است. بدان که خداوند بزرگ همه را به توبه کردن فرموده است و در قرآن عظیم شأن آمده است هر کی امید فلاح یعنی که نجات داشته باشد توبه کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی پیش از جانب مغرب برآمدن آفتاب توبه کند خداوند توبه اش را قبول می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من هر روز 70 بار توبه می کنم و استغفار می کنم. بدان که توبه نور معرفت است. ایمان که پدیدار شود از آن نور بیند که گناه ها زهر قاتلند، چون نگاه کند که او از این زهر بسیار نوش کرده است و به هلاکت نزدیک است. به ضرورت پشیمان شود و ترس و هراس در درون او پیدا شود. انگوش به گلو فرو نموده می خواهد. آن زهر را کی کند و دارو و درمان می جوید. این چونین شخصی که در طلوع حیاتش یا در جوانیش گناه کرده باشد با توبه کردن بسیار و پشیمانی از آن گناهانی که مانند زهرند می توان نجات یابد. در بنی اسرائیل شخصی بود که گناه بسیار صادر نموده بود. خواست که توبه کند، ندانست که توبه اش را خداوند قبول می سازد یا نه. با او گفتند که در فلان ده یک شخصی است که او عابدترین عابد ملک است. به نزد او رفته از او بپرس. رفته از او پرسید که گناه بسیاری دارم، یعنی 99 کس را کشته ام، مرا توبه باشد. آن شیخ گفت نه. آن مرد عابد را نیز بکشت. اکنون عدد کشتگانش 100 بود شد. پس او را به نزد عالم ترین آن زمان فرستادند. آن مرد به نزد عالم رفته گفت من 100 آدم کشته ام، مرا توبه باشد یا نه؟ آن عالم گفت توبه هست، لیکن باید از زمین خودت به جای دیگر بروی، چون که اینجا فساد است. به فلان شهر رو که آن شهر جای صلاح است. مرد چونی مصلحت شنید سوی وادی صلاح راه پیش گرفت و در نیم راه جان داد. فرشتگان عذاب و فرشتگان رحمت آمده در او اختلاف کردند و هر یک گفت از ولایت من است. حق تعالی فرمان داد تا آن زمین را چین کردند. وی را به زمین صلاح نزدیکتر یافتند. فرشتگان رحمت جان وی را بردند. توبه از همه گناهان باید کرد، خواه گناه صغیره یعنی خرد باشد، خواه کبیره یعنی که کلان. گناهان کبیره نزد بعضی علما 7اند، بعضی گفتند بسیارترند و بعضی گفتند کمترند. ابو طالب گفته است که از جمله اخبار و گفته صحابگان جمع کرده ام 17 کبیره است. 4 در دل، 1 کفر، 2 عزم اصرار کردن بر گناه اگرچه صغیره باشد، چنان که کسی کاری بد می کند و در دل ندارد که هرگز توبه کند. 3 ناامیدی از رحمت خداوند. 4 امین از مکر خدای تعالی، چنان که پروا ندارد و میگوید که من امینم از مکر خداوند. 4 اندر زبان. 1 گواهی باطل که حق کسی که در وی باطل شود. 2 تهمت کردن کسی را به زنا. 3 سوگند به دروغ خوردن که به آن مال یا حق از کسی ببرد. 4 جادو کردن به کلماتی که بر زبان رود. 3 اندر شکم است. 1 خوردن هر چیزی که مستی آورد. 2 مال یتیم را خوردن. 3 ربا خوردن و ربا دادن. 2 در فرج است. 1 زنا. 2 لیواتا یعنی که بچه بازی. 2 در دست است. 1 کشتن کسی بغیر حق. 2 دزدیدن بر وجهی که حد لازم آید. 1 در پای است. آن گریختن از صف کافران، چنان که 1 کس از 2 کس بگریزد یا 10 کس از 20 کس. اما اگر از این زیاد باشند گریختن ممکن باشد. 1 در همین تن است. آن احترام نکردن پدر و مادر و حقوق آنهاست. بدان که اصل توبه پشیمانی است و نتیجه آن اراده که پیدا شود. اما علامتی پشیمانی آن است که همیشه با اندوه و حسرت باشد و کاری وی گریستن و زاری و تضرع در نزد خداوند باشد.
اگر کسی خود را به نزدیکی هلاکت بیند، از حسرت و اندوه چگونه خالی باشد؟ اگر فرزندی او بیمار باشد، طبیبی ترسا گوید که این بیماری پرخطر است و خف هلاکت است. معلوم است که چی آتش اندوه و غم و ترس در میان جان پدر افتد. معلوم است که نفس خود وی بر وی از فرزندش عزیزتر است و خدای تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صادقتر از طبیبی ترسایند. بیم و ترس آخرت بزرگتر از بیماری مرگ است. پس باید انسان از تحت دل توبه کند و از گناهان گذشته همیشه پشیمانی خورد. قصه از داستان محمد غزالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.